سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع نو یعنی سیستم مدل ایراسیونالی را دیده میبریم. اگر در مدل زیاده از دو حل اگر حل کردن لازم باشد آنگاه این گونه حل را برای این گونه حل یافتن سیستم مدل را حل کردن لازم است. یعنی که خیلی که الکای معلوم است اگر عددهای نامعلوم در تحت اشاره رادیکال یا اینکه ریشه‌های کوادراتی موجود باشند پس این گونه سیستم ها را سیستم مدل ایراسیونالی مینامند. حل این گونه سیستم ها بسیار طرز هاش موجود است. طرز های آنها طرز جمع الگبروی، طرز داخل نمودن تغییرابنده نو یا خود طرز فرمول ها را استفاده برده تبدیل داده بعد آن را حل نمودن نیز موجود است. اکنون بیایید این گفته‌ها را با مثال ها دیده میبریم. در مثال اول طلب کرده می شود که مدل ایراسیونالی زیرین حل کرده شود. شروع میکنیم از مثال یکم. طلب کرده می شود که سیستم مدل های زیرین حل کرده شود. یعنی برای حل این سیستم مقصد ما از این سیستم عددهای x و y را یافتن، یعنی که جفت حل ها را یافتن. برای حل کردن این سیستم مدل ها ما میتونیم طرز جمع الگبروی را استفاده بریم. یعنی برای حل این گونه سیستم مدل دوم را هنگامی به دو ضرب کردن با ما سیستمی زیرین پیدا می شود. ریشه کوبی از x جمع دو ریشه کوبی از y برابر 1. مدل دوم را به دو ضرب میزنیم و حاصل میکنیم 6 ریشه کوبی از x مینوس 2 ریشه کوبی از y برابر 2. اکنون دو مدل های این سیستم را جمع کرده حاصل میکنیم. یعنی 7 ضرب ریشه کوبی از x اختصار میکنیم برابر میشود به عدد 20. اکنون یک را به 20 جمع کنیم عدد 21 حاصل می شود. ریشه کوبی از x را هنگام یافتن برابر می شود 21 را به 7 تقسیم کنیم عدد 3 حاصل می شود. اکنون هر دوی طرف این مدل را به درجه 3 می برداریم و حاصل می کنیم x برابر 27. اکنون هنگام 27 را به جای تغییرابنده x گذاشتن با ما حاصل می شود ریشه کوبی از 27 جمع 2 ضرب ریشه کوبی از y برابر 1. اکنون از این مدل تغییرابنده y را میابیم. یعنی 3 جمع 2 ضرب ریشه کوبی از y برابر 1. از اینجا 2 ضرب ریشه کوبی از y برابر از 1 3 را طرح نمودن مینوس 2 حاصل می شود. یا اینکه ریشه کوبی از y برابری مینوس 2 را به 2 تقسیم کنیم عدد مینوس 1 حاصل می شود. هنگامی هر دوی طرف این مدل را به کوب برداشتن با ما y برابری مینوس 1 حاصل می شود که حل این گونه سیستم عددهای 27 و مینوس 1 می باشد. درستی حل این سیستم را می سنجیم، یعنی سنجش می گذارانیم. عددهای 27 و مینوس 1 را موافقاً به جای x و y می گذاریم. یعنی ما میتونیم شفای این را اجرا کنیم. ریشه کوبی از 27 با ما 3 حاصل می شود. ریشه کوبی از مینوس 1 با ما مینوس 1 حاصل می شود. مینوس 2 برابر 1. یکم حل درست است. 27 را به اینجا گذاریم 9 حاصل می شود. مینوس را به اینجا گذاریم جمع 1 حاصل می شود و به عدد 10 برابر شد. پس حل سیستم این مدل به عدد 27 و مینوس 1 برابر شد. اکنون خوانندگان عزیز بیایید دیگر نمود مثال را همراه شما دیده میبریم. طلب کرده می شود که این گونه سیستم مدل ها حل کرده شود. در این سیستم ریشه کوبی از x جمع ریشه کوبی از y برابر 4 x جمع y برابر 28 برابر است. یعنی ما میتونیم طرز دیگری حل سیستم مدل ها رو دیده براییم. یعنی طرز دیگری این سیستم این داخل نمودن تغییرابنده نو می باشد. یعنی بگذار می نویسیم ریشه کوبی از x با a برابر باشد. ریشه کوبی از y باشد و تغییرابنده b برابر باشد.
زیرا هنگامی ریشه کوبی از x و ریشه کوبی از x رو داخل نمودن ما میتونیم x و y رو از این برابری پیدا کرده سیستمی دیگر رو حاصل کنیم. یعنی هنگامی با کوب برداشتن این ifade x برابری a کوب حاصل می شود و با کوب برداشتن این ifade y برابری b کوب حاصل می شود و سیستمی داده شده ما نمودی زیرین رو می گیرد. a جمع b برابری 4 با جای x a کوب رو میگذاریم a کوب جمع b کوب برابری 28 می باشد. موافق فرمول ضرب مختصر ما میتونیم a کوب جمع b کوب رو با ضرب کننده ساده جدا کرده بعد این سیستم رو با طرز راسیونالی حل نماییم. یعنی در نتیجه چنین حاصل می شود a جمع b برابری 4 a کوب جمع b کوب رو با ضرب کننده ساده جدا میکنیم و می نویسیم a کوادرات مینوس ab جمع b کوادرات برابری 28. در نتیجه a جمع b برابری 4 هنگامی به جای a جمع b 4 رو گذاشتن با ما 4 ضرب a کوادرات مینوس ab جمع b کوادرات برابری 28 حاصل می شود. یعنی a جمع b برابری 4 a کوادرات مینوس ab جمع b کوادرات برابری 28 رو به 4 تقسیم کردن عددی 7 حاصل می شود. موافقاً از مدل یکم a رو می یابیم یعنی a برابری 4 مینوس b یعنی که ما از یک تغییربنده دیگر رو ifade کرده با مدل دیگر می گذاریم. یعنی هنگامی a برابری 4 مینوس b بودن و جای a دویم مدل گذاشته حاصل می کنیم. یعنی 4 مینوس b در کوادرات مینوس 4 مینوس b ضرب b جمع b کوادرات برابری 7 حاصل شد. اناکنون خیلی که معلوم است مدلی که ما حاصل کردیم مدل یک تغییریابنده دار پیدا شد که برای حل این مدل ما تبدیلی های الگبروی رو اجرا میکنیم. یعنی قوس رو میکشویم مدل یا کواdraتی یا خطی رو حاصل میکنیم. یعنی 16 مینوس 8b جمع b کوادرات مینوس 4b مینوس رو به مینوس ضرب کردن جمع حاصل می شود b کوادرات جمع باز b کوادرات مینوس 7 برابری 9. از اینجا b کوادرات b کوادرات b کوادرات ifade های مانند می باشند 3b کوادرات حاصل می شود مینوس 8b مینوس 4b مینوس 12b می شود. از 16 7 رو گیریم با ما عددی 9 حاصل می شود برابری 0. خیلی که معلوم گردید این مدل کوادراتی می باشد که کوفیسینت های این مدل به عدد 3 کراتیان اون رو اختصار میکنیم. یعنی b کوادرات مینوس 4b جمع 3 برابری 0 حاصل شد. مدل حاصل شده مدل کوادراتی آورده شده بوده. حل این گونه مدل موافقاً با تئورم ویت حل کرده می شود. یعنی b1 با ما 1 و b2 با ما عددی 3 رو میدهد. اکنون یک رو به جای b میگذاریم و i یک نیز حاصل می شود که آن موافقاً به 4 مینوس 1 برابر 3 برابر است و i 2 باشد. 3 رو به جای b میگذاریم 4 مینوس 3 برابر 1 حاصل می شود. یعنی این جفت عددها رو چنین نوشته ممکن است i 1 به ما 3 b 1 به ما 1 و i 2 به ما 1 و b 2 به ما به 3 برابر است. یعنی حل این گونه سیستم حل سیمتری شده نیست میتواند. اکنون برمیگردیم به تغییریابنده کهنه. یعنی من می نویسم یکم ریشه کوبی از x برابر a. یعنی a در اینجا 3 است. ریشه کوبی از y برابر 1. از اینجا x و y را موافقه می یابیم. هر دو طرفی برابری رو با کوب می برداریم. یعنی x برابری 27 حاصل می شود. این مدل رو باشد عیناً همین طور. یعنی یک جفت عدد پیدا شد 27 و 1. دویم حل آن باشد ریشه کوبی از x برابری عددی 1 رو میگذاریم و ریشه کوبی از y به عددی 3 برابر است. عیناً مثل بالا هر دو طرفی برابری رو با کوب برداشته
حاصل میکنیم x برابری 1 و y برابری 27. پس با ما پیدا شد حل دیگر 1 و 27 که نتیجه قناعت کنانی این گونه حل رو به خوانندگان حواله کرده می شود. یعنی حل این سیستم مدل دو جفت عدد ها می باشد که در جواب چنین قید کردن ممکن است. یعنی 27 و 1 و 1 27. مثال سوم را دیده میبریم. در مثال سوم چنین آمده است سیستم مدل حل کرده شود. یعنی ریشه کواdraتی از x جمع 3 ضرب ریشه کواdraتی از y برابر 10. در پایان باشد ریشه کواdraتی از x ضرب ریشه کواdraتی از y برابر 8. برای حل این گونه سیستم مدل ها یکی از طرز های حل این سیستم داخل نمودن تغییرآورنده نو می باشد. یعنی داخل میکنیم ریشه از x رو همچون عددی a انتخاب میکنیم و ریشه از y رو همچون عددی b انتخاب میکنیم که عددهای a و b عددهای مطلق و مثبت می باشند. یعنی در نتیجه ما سیستم مدلی زیرین رو پیدا میکنیم. یعنی به جای ریشه کواdraتی از x a رو گذاشته a جمع 3 ضرب به جای ریشه کواdraتی از y b رو میگذاریم b برابر 10. در پایان این مدل باشد a ضرب b برابر 8 حاصل می شود. اناکنون برای حل این گونه سیستم مدل ها سیستم مدلی حاصل شده غیر خطی بوده از مدل یکم یک تغییرآورنده رو میابیم و به مدل دیگر گذاشته ریشه اون رو میابیم. یعنی a برابر 10 مینوس 3b به جای a 10 مینوس 3b رو میگذاریم و در نتیجه با ما مدل یک تغییرآورنده دار حاصل می شود که اون رو ما با واسطه تبدیل‌دهی الگبروی میابیم. یعنی در علایدگی پایان به می نویسیم 10b مینوس 3b کوادرات مینوس 8 برابر 0. از اینجا مینوس 3b کوادرات جمع 10b مینوس 8 به 0 برابر است. وقتی که هر یکی این کوفیسیانت این مدل رو به مینوس 1 ضرب میکنیم با ما 3b کوادرات مینوس 10b جمع 8 برابر 0 حاصل می شود که این مدل کوادراتی پرره می باشد که برای حل آن دیسکریمینانت یافتن لازم است. از بس که اعضای دومی این مدل به عدد دو کریتی است بنابراین d1 رو میابیم. d1 برابر می شود به دو تقسیم میکنیم مینوس 10 رو مینوس 5 مینوس 5 در کوادرات مینوس 3 ضرب 8. در نتیجه 25 مینوس 24 برابر عدد 1 حاصل می شود. 1 از 0 کلان است پس این مدل دو ریشه های گوناگون دارد که آن را موافقا چنین میابیم. یعنی 5 پلوس مینوس از ریشه کواdraتی 1 حاصل می شود تقسیم عددی 3. در نتیجه b1 به ما برابر است به 5 مینوس 1 تقسیم 3 این به 4 تقسیم 3 برابر و b2 برابر 5 جمع 1 تقسیم 3 این به عدد 2 برابر می شود. یعنی ما پیدا کردیم 2b رو و 2 a نیز پیدا می شود. یعنی a1 برابر است به 10 مینوس 3 ضرب 4 تقسیم 3 3 رو با 3 اختصار کرده عددی 6 را حاصل میکنیم و i2 باشد 10 مینوس 3 ضرب 2 و ما عددی 10 مینوس 6 به 4 برابر می شود. یعنی در حل یکم می نویسیم ریشه کوادراتی از x برابر i1 به ما 6 و ریشه کوادراتی از y به ما b1 4 تقسیم 3 برابر است. برای یافتن x و y هر دو طرف این مدل را با کوادرات برداشته حاصل میکنیم. 36 y برابر 16 تقسیم 9. یعنی یک جفت حل پیدا شد که اون به 36 و 16 تقسیم 9 برابر است. حل دوم این سیستم مدل باشد ریشه کوادراتی از x برابری i2 به 4 برابر است و b2 برابر است به عدد 2 ریشه کوادراتی از y برابر 2. هر دو این طرفی مدل را با کوادرات برداشته x برابر 16
و y برابر 4 رو حاصل میکنیم که آن به 16 و 4 برابر شد که برای سنجیدن درستی این حل رو به خوانندگان حواله کرده می شود که این حل رو به جای تغییر بنده ها گذاشته سنجان که درست است این حل داده شده این مثال. یعنی در جواب قید میکنیم 36 و 16 تقسیم 9 و حل دیگر باشد به 16 و 4 برابر است. خوانندگان عزیز، اکنون برای مستحکم کردن موضوع برای شما کارهای مستقلانه پیشنهاد کرده می شود و در این کار مستقلانه 3 سپارش موجود است که در سپارش یکم گفته می شود با یاری فرموله های جمع ifade های زیدین را حساب کنید. در سپارش دوم باشد ifade کوسینوس پی تقسیم 3 جمع الفا را حساب کنید. اگر سینوس الفا برابر 1 تقسیم ریشه است و الفا کلان از آن و خرد از پی تقسیم 2 باشد، یعنی در چهارک یکم قیمت این ifade باید حساب کرده شود. و در سپارش سوم باشد اثبات کنید که کوسینوس پی تقسیم 4 جمع الفا برابر است به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده.